رابطه ها بعضی اوقات به ظاهر تموم میشن، ولی هنوز اون ارتباط عاطفی بین آدم ها میمونن. بعضی موقع ها دلچسبن، بعضی موقع ها مثل شوکران عمل میکنن و بعضی اوقات آدما هم با اون رابطه ها تموم میشن. اینجا مشافهه هست و من میزبان پژند سلیمانی هستم و میخوایم درباره کتاب وای ویلیام صحبت کنیم. خانم سلیمانی سلام. سلام. چطورین؟ قربون شما. خوبین؟ ممنونم. همه چی قابل اداره؟ شکر خدا. به قول کاوه فولادی نسب در حد مقدورات این زمان خوبم. باریکلا، از کاوه هم شما فکت آوردین. آره، چون همیشه امیدوارم که حالش خوب باشه و میزون ادامه بده. خب خانم، چی شد که این کتاب رو ترجمه کردین؟ راستش اینه که خب من کتابای الیزابت استرات رو خیلی دوست دارم و خونده بودم و وقتی که این کتاب کاندیدای شورت لیست کاندیدای بوکر شد، لیست نهایی کاندیدای بوکر شد، گفتم این رو میتونم دست بگیرم و ترجمه کنم. اون از کتاب اولش اسم من لوسی بارتونه شروع میشه، چند تا کتاب دیگه داره. توی این کتابم شخصیت لوسی بارتون مونده و خب بر من جالب بود که بخونمش. برای خودم خیلی جذاب بود و فکر کردم مخاطب دوست داره و ترجمهش کردم. چیش جذاب بود براتون؟ میدونی چرا اینو میگم؟ چون به نظرم ترجمه هم خیلی کار سختیه، هم خیلی کار هزینه بریه. نه از منظر مالی ها، شما وقتتون، انرژی روزانتون و مورد ارزیابی قرار گرفتن خودتون بعد از ترجمه رو دارین استفاده میکنین و به نظرم یه کاریه که خیلی دلایل بیشتری لازم داره برای اینکه اتفاق بیفته. بذارین اصلا من یه ذره از این داستانه بگم که من خب خیلی کم سن بودم که زبان انگلیسی رو یاد گرفتم. یعنی خوششانس بودم، پدرم روی مسئله خیلی حساس بودن که حتما زبانهای مختلف رو یاد بگیریم. یکی از زبانهایی که تونستم یاد بگیرم همین زبان انگلیسی بود و من فکر میکنم همه چیزم دست به دست همدیگه میده. من یه زمانی مترجم همزمان هندیا بودم، زمانی که هنوز مدرک مرتبط با زبان انگلیسی نگرفته بودم. یعنی هندی ترجمه میکردی؟ نه، انگلیسی اونا صحبت میکنن با همون لهجه قشنگ هندی. خودش تخصص فهمیدن، اصلا خودش واقعا یه تخصص میخواد. و من مترجم همزمان اونا بودم و بعد یادمه که همون اون موقع ها بود که خب من همون موقع minutes of the meeting یا صورت جلسه ها رو ترجمه میکردم به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی و از فارسی به انگلیسی برای اینکه این صورت جلسه ها رو آماده کنم بدم دستشون که امضا کنن. و یادمه یه آقای غلام حسین دوانی که فکر میکنم هستن هنوز، حسابرس مالی اون شرکت هندیه بودن، به من گفتن که پژند تو معماری خوندی؟ چون من معماری خوندم، یکی از رشته هایی که خوندم معماری بود. گفت تو چرا رشته مرتبط با اینو نمیخونی؟ و چند سال البته طول کشید. من همچنان داشتم روی ترجمه کار میکردم. یعنی من سنم پایین بود، 19 سال 18 سالم بود که من درگیر کار ترجمه بودم، ترجمه همزمان بودم و کار در واقع اداری بود، کار ادبی نبود. آقای دوانی که به من گفتم، من شروع کردم خوندن زبان، فوق لیسانسم زبانشناسی، دکترام زبانشناسی، یعنی دیگه رفتم سراغ زبان. این شد دغدغم. و وقتی که میخوام ترجمه کنم، پیش از اینم البته من متون مختلف رو ترجمه کرده بودم، داستان کوتاه، مقاله تئاتری، مقاله ادبی. و وقتی رفتم میرم سراغ کتاب ها، این برا من مسئله مهمیه. یه نکته رو اول بگم، این که من بیشتر خودم رو مؤلف میدونم تا مترجم. بنابراین اون چیزی که از نظر من مؤلف خیلی هوشمندانه است، یعنی نویسنده، احساس من
احساس من پژند سلیمانی اینه که خیلی نویسنده هوشمندانه یک چیزی رو، یک فرمی رو، یک چیزی رو به کار گرفته برای من هیجان انگیز میشه. دلم میخواد اینو با بقیه به اشتراک بگذارم، به بقیه هم بگم اینو بخونین، این شاهکاره، این خیلی خوبه. پیش از اینم مثلا دیوید فاستر والاس ترجمه کردم که اون کتاب هیچ وقت چاپ نشد. 700 صفحه کتاب بود. چرا چاپ نشد؟ خیلی دلایل پیچیده‌ای داره. ناشر به من پیشنهاد داد اون کارو و من با قرارداد ناشر اونو ترجمه کردم 700 صفحه رو. و بعد گفتن که این کتاب مواردی داره که ما نمیتونیم بریم سراغش. ققنوس نبود، یه نشر دیگری بود. و من 700 صفحه رو دلم نسوخت راستش، واسه اینکه وقتی آدم ترجمه میکنه انقدر غور میکنه توی اون داستانه. خب این همه حرفا رو گفتین که تایید حرف منه، یعنی این که برای شما ترجمه وای ویلیام میارزید. به چی؟ به این که ترجمهش بکنید. آره معلومه. خب من میگم که چیش انقدر براتون ارزشمند بود؟ همه چیش. فرمشو دوست داشتم، به نظر من حرفی که میزد حرف جذابی بود. ما تقریبا خاطره نویسی داستانی نداریم و وای ویلیام یکی از کتاب‌هایی که خاطره نویسی داستانی محسوب میشه و این بین میدونی انگار نان فیکشن ناداستانه و یه جورایی داستانه، این خیلی هیجان انگیز بود و خیلی زنده بود و خیلی واقعی بود. همه چی و لوسی انقدر خوشگل و صریح به من میگه که به نظر من هیچ پرده‌ای نمیذاره بین من و شخصیت داستان و لوسی بمونه. ولی جالبه تو کتاب لوسی یک سکوتی در برابر دیگران داره و یک گفتگویی در روی کاغذ و نوشتن این خاطرات داره. چرا لوسی انقدر سکوت داره با بقیه؟ من یه بار به یه دوستی داشتم میگفتم که ما واسه چی نویسنده شدیم. ایشون هم با من هم متفق القول، جفتمون با هم اینو میگفتیم، هم نظر بود با من. من گفتش که ببین یه جاهایی ما مجبوریم سکوت کنیم به هر دلیلی، یا شخصیتمونه، ما اینطوری یاد گرفتیم که سکوت کنیم، خیلی حرف نزنیم در مورد اون مسئله. یه جایی داریم خودخوری میکنیم، یه جایی یه چیزی رو ادب حکم میکنه مثلا نگیم، یا فرهنگ حکم میکنه که بیان نکنیم، ولی وقتی روی کاغذ میاریم میتونیم اون رو بگیم. میتونم صدای ذهنم رو از زبان لوسی بگم. از کجا ما میدونیم لوسی بارتون همون الیزابت استراوت نیست؟ ما نمیدونیم. اینقدر مرز نزدیکه. جفتشون نویسندن، جفتشون خانومن. من البته زندگی شخصی الیزابت استراوت رو واقف نیستم بهش، ولی اگر یه چیزایی هم حتی وجه اشتراک داشته باشه میتونه تمام ناگفته های خود الیزابت استراوت باشه. میشه ما یک نویسنده نوشته‌ای داشته باشه که خودش نباشه؟ بله. مثلا زندگی زیستش نه، خودش. داریم درباره ایگو صحبت میکنیم. ممکنه شما یه داستان بنویسین، بعد تو اون آرزوهای خودتون رو بگین. ممکنه یه داستان بنویسین، اون چیزی که بوده و دیگران به رسمیت نشناختن رو بگین. شما داستان بنویسین و انقدر تو زندگیتون نقاب زده باشین که اصلا معلوم نیست اون شمایین. ولی مگه میشه شما یک متنی داشته باشین که خود شما نباشه؟ هیچ کس نمیتونه بگه فاصله بین نویسنده واقعی و نویسنده تلویحی چقدره. یعنی نویسنده تلویحی منظورم روح حاکم بر داستانه. هیچ کس نمیتونه بگه جز خود نویسنده. یه جایی میتونم من بگم که مثلا اون من نیستم، اون شخصیت من نیستم، هیچ ربطی هم به من نداره. مثلا من از یه نویسنده‌ای مجموعه داستان در مورد راویش، یه کسی بود که اسید پاشیده بود، هیچ ربطی هم به این آدم نداره، یعنی اصلا هیچ ربطی نداره. شاید از ترس خودشه ها، یعنی ترسهاش رو نوشته، ولی هیچ وقت هیچ کس نمیتونه بگه این دوتا کدومشون. من میگم اون خودش هم همون ترسشه. من میبینم که اسید پاشی هست،
بعد میگم که خب اگه من گرفتارش بشم چی؟ حالا من برم ببینم اینا مگه چشونه که اسید میپاشن؟ پس من دارم برای ترس خودم کار میکنم. شاید. ببینید من واقعا فکر نمی کنم نویسنده بتونه چیزی غیر از خودش رو بنویسه. خودش ترسهاش خودشه، آرزوهاش خودشه، رویاهاش خودشه، ادبیاتش خودشه، زبانش خودشه. و اگر بخوام یکم لکانی به قضیه نگاه بکنم، نویسنده میتونه زبان رو به وجود بیاره ولی بعدش زبانه که اونو این بر اون بر میبره. اگر لکانی به مسئله زبان نگاه بکنیم یا اصلا یه جور دیگه نگاه بکنیم، بگیم که نویسنده چه جوری میتونه روایتی بکنه که حداقل در ذهنش زیست نکرده. ما البته اینجا از جهان ممکن داریم حرف میزنیم، ما از زبان حرف نمیزنیم. جهان ممکن اون جهانیه که داستان داره خلق میشه توش، جهان داستانی ماست. یونفوسه حرف خوب میزنه، فرمایش شما کاملا درست. امکان داره خیلیام با این همقول باشن، هم نظر باشن و همین حرفو قبول داشته باشن. یونفوسه توی جایزه نوبل رو برد و توی سخنرانی نوبل یه چیزی رو گفت جهان ممکن داستان حضور داره. یعنی من تجربهش نکردم، حضور داره. من پیش از این که ناپدید شه امکان این رو داشتم اون جهان ممکن رو بنویسم. جهان ممکن یعنی چی؟ جهان ممکن جهانیه که ما ممکنش کردیم، ممکنه به وجودش بیاریم. ما ممکنش کردیم، پس اون جهان مال ماست چون ما ممکنش کردیم، پس جزو ایگوی ماست. من بازم میگم نمیتونه جز خودشو بنویسه. جز خودش که قاعدتا نویسنده تجربیات خودش رو مینویسه، اون چیزی که تجربه کرده یا تجربه نکرده یا آرزو داشته تجربه خیالشه. میشه همون که آرزو داشته تجربه آره ببین، من فکر میکنم جهان اون چیزی که تو توی خیال میسازی یه چیزیه که یه جهانیه که تو حتی میتونه قائم به ذات اون رو بسازی. یعنی هیچ چیزیش رو تجربه نکرده باشی، هیچ چیزیش هم مال تو نباشه، ولی میتونی حسرتشو کشیده باشی. شاید. حسرت کشیدن، ببین اصلا حسرت کشیدن یعنی تجربه کردن. یعنی من اگه حسرت چیزی رو میکشم در همون لحظه دارم اون فقدانش رو تجربه میکنم. اون فقدانش رو تجربه میکنم، خودش رو تجربه نمیکنم. چجوری میتونم چیزی که ندارم و فقدانش رو تجربه بکنم؟ یعنی من حضورش رو اول حس میکنم که لازم دارم، پس میدونم چیه، این جزء خود منه. اون دانشه، اون عینی نشده برامون. یه چیزی این لزوما چیزی باید عینی بشه. همینو دارم میگم. شما میگی باید تجربه کنیم، من میگم نه، میتونیم تجربه نکنیم، میتونه ذهنی باشه. من دقیقاً دارم حرف شما رو میگم اون چیز میتونه ذهنی باشه، میتونه عینی نشده باشه، میتونه ابسترکت باشه، انتزاعی باشه، میتونه عینی و کانکریت نباشه. بنابراین اگه ذهنی باشه، ابسترکت باشه، من تجربهش نکردم، من فقط میشناسمش تو ذهنم، من فقط میفهممش. آره بازم خیلی چیز جالبی شد این وسط. حالا نمیدونم چقدر به کتاب ربط داشت ولی خیلی به نظرم هست. از هر کتاب دور شدیم تقریبا. نه ایراد نداره، ما داریم درباره جهان این آدم صحبت میکنیم و این جهانی که اون داره چه تأثیری بر جهان ما میذاره. همه رمان ها، من همیشه میگم که چون واقعیت امر منحصر به فردیه، هر رمان یک ابزار به آدم میده که از یک زاویه دیگر نگاه بکنه و واقعیتشو بازسازی بکنه. بازسازی هم نه، مرمتش کنه، بازنماییش کنه. آره بازشناسیش کنه اصلا. یه نکته‌ای که این وسط شما گفتین که بعضی موقع‌ها ماها مجبوریم ساکت باشیم. من دارم میگم که لوسی مجبوره یا انتخاب کرده که ساکت باشه. یعنی این انتخابش پشتش یک امر سلبیه، در صورت انتخاب کرده که ساکت باشه. من فقط بحثم اینه که این انتخاب سلبیه یا ایجابیه. او انتخاب کرده که از یه چیزی دور باشه یا او انتخاب کرده برای اینکه کار دیگه ای بکنه. من فکر میکنم اگه بخوایم در مورد لوسی حرف بزنیم نمیتونیم خیلی بگیم انتخابش اون چیزیه که اجبار درش یا واقعا انتخابشه، یعنی اختیار داره تو اون انتخابه. چون لوسی یه عقبه‌ای داره، یه زندگی رو گذرونده،
اون زندگیه شاید اون اجباره رو ایجاد کرده توی ذهنش. گاهی زندگی توی ذهن آدم یه حصاری رو ایجاد میکنه که ناخودآگاه انتخاب آدم به اون سمت میره. میدونی مثل چیه؟ نه بذارید الان نمیدونم شما سریال فرندزو میبینید؟ نه من دوست ندارم فرندزو، نه به خاطر شخصه، با اینکه خوشم نمیاد یکی دیگه جای من بخنده و اون وسط که آدما میخندن من عصبی میشم. مامان منم همیشه همینو میگه این چیه همش میخندن. ولی من خیلی دوست دارم، همیشه مثال میارم از خود این سریال، چون داستانای اون خورده داستانای خیلی جذاب داره هر قسمت. یه جایی هستش که میخوان گل عروسی انتخاب کنن، بعد 2 تا گل مانیکا نشون چندلر میده و میگه که کدومش رو به نظرت انتخاب کنیم. چندلر میگه معلومه که روز قرمز. بعد این اون یکی گلو که الان خاطرم نیست نشونش میده، میگه هی نزدیکتر میکنه عکسشو. بعد یه چندلر میگه دقیقاً زندگی و اون چیزی که اون فضا و جهانی که من توش تربیت شدم گاهی من رو وادار میکنه به اون انتخابی که دارم میکنم. میدونین؟ بنابراین خیلی نمیتونم بگم انتخابه، میتونم شاید بگم به خصوص چون توی کتاب از کودکی لوسی هم حرف زده میشه، من فکر میکنم شاید یه جایی بتونیم بگیم این انتخاب شاید انتخاب پدر مادرش حتی بوده، یا انتخابی بوده که اگه اونا بودن کنارش احتمالاً میگفتن هی این اون اکثر رو میآوردن جلو و میگفتن اینو انتخاب کن. میدونی؟ پدر که اصلا حضور نداره و مادری که حضورش بهتره که نباشه. آره ولی پررنگن. ابژه لوسی شده پررنگ و خیلی پررنگن. حتی میگم اینو داشتیم قبلا، داشتیم توی گفتگویی داشتیم با هم صحبت میکردیم برای اینکه بیایم اینجا قبل از این برنامه، داشتیم همینو میگفتیم. بعضی آدما هستن که وارد زندگی آدم میشن و ما بعدن که اونا رفتن از زندگی ما بیرون یه حرفی میزنیم، یه کاری میکنیم و بعد که تو خلوت خودمون داریم بهش فکر میکنیم میگیم ایوا این من نبودم، این مثلا پدرم بود، مثلا من جانم رو خیلی استفاده میکنم، جانم این کار رو انجام بدی. پدر من همیشه از جانم استفاده میکرد و بعضی اوقات من تکون میخورم. یا حتی مثلا بابای موقع‌هایی دستشون رو میذاشتن روی چونهشون یا دستشون رو میکشیدن روی چونهشون. خب ریش داشتم ولی من که ریش ندارم، ناخودآگاه من بعضی اوقات این کارو میکنم و تکون میخورم. بعضی آدم‌ها لقبشون و عنوانشون توی زندگی رو کاری ندارم، این که همسر، فرزند، پدر، مادر یا هر کس دیگری میان و یه جوری توی زندگی آدم حکاکی میشه حضورشون که وقتی رفتنم ما جاشون رو احساس میکنیم. یعنی اون جای خالیشونم به اندازه حضورشون پررنگه. ولی به نظرم تفاوت این که بگی جاشون پررنگه با این که اثرگذاره فرق داره. اثرگذار مثبت ها، مثلا میتونه اثرگذار منفی هم باشه. ولی من دارم فکر میکنم که به قول حافظ میگه همه شاهدان به صورت، تو به صورت و معانی. اون تو به صورت و معانی اون کجاست؟ اون انگار باید بمونه. حالا من نمیگم مثلا کیه ها، واسه هر کس فرق میکنه. ولی تو اینجا حالا از مادر رد شیم که من میخوام دوباره برگردیم بهش، به نظرم قابل بازگشته. حتما. لوسی و ویلیام جدا میشن. جدا میشن. پس چرا انقدر تو زندگی هم پر رنگه؟ گفتم دیگه اون نه این پر رنگی فرق میکنه. ببینید شما یه رابطه تموم میشه، تموم میشه، زخماش میمونه، مثلا خاطراتش میمونه. من فکر میکنم دوستی میشه. این دو نفر، ببین نزدیکترین آدم ویلیام لوسیه. چجوری جدا شدن؟ یک خیانت
و جدایی. نه خیانت چجوری؟ دقیقاً نبوده، چون لوسی میره، لوسی از خونه میره، میفهمم ترکش لوسی میره. میکنه. بابا ما در کتاب داریم دیگه. آره. آقای ویلیام خیانت میکنه ولی و چند لوسی سال میره. بعدش لوسی میره. نه من فکر میکنم ببین یه جایی همون اون جاییه که تو میگی دیگه نمیشه، یعنی دیگه امکان نمیشه داره دیگه. نشده. خب دیگه برای نشده لوسی. دیگه. آره. بعدش چی شد که و اینا با رفته هم؟ ولی با هم نیستن. همینو میخوام بگم. نه میخوام چجوری بگم با هم نیستن؟ نه. ببین شما یه اول وحشتی- کتاب که داره کابوس میگه، خب. کابوسشو فقط میخواد به لوسی بگه. آفرین، همینو میخوام بگم. دقیقا من همینو میخوام بگم. یه رفاقتیه بین اینو که ویلیام با هیچ کس جز لوسی صمیمی نیست. آره من ولی اسمشو این نمیذارم. من اسمشو این میذارم که تو بدون هزینه میخوای نیاز عاطفی تو برطرف بکنی. مف مثل همه این وضعیتایی که الان ما داریم. یعنی شما بدون گردن گرفتن میخوای نیاز عاطفی تو برطرف کنی و اصلا این یه چیز طبیعی نیست توی زیست ما. یه چیزی بگم، زیست ما فرق میکنه. ما داریم در مورد یه فرهنگ دیگه زیست ما اصلا فرق نمیکنه. ما در مورد یه فرهنگ دیگه داریم صحبت اصلا میکنیم. من همینی که این تو هست و فقط به صورت غیر واضح دارم در زیست روزمره میبینم. آدم‌هایی که تموم کردن ولی تموم نکردن، آدم‌هایی که اکس دارن ولی دنبال اینن اکسشون نکسشون باشه. اون مشاور خانواده میخواد. میفهمم. مسئله سر اینه که سر همینه. این زیست ماست. ببینید شما زیست ما هست. حرف منم همینه. زیست ما هست ولی ما جور دیگری میبینیم. میدونیم من و شما قرار نیست مثل لوسی رفتار کنیم. ما حتی منطق لوسی رو شاید قبول نکنیم. یعنی منطق من و شما امکان داره با منطق ویلیام و لوسی خیلی متفاوت باشه. من حرف شما رو متوجهم و حرف شما رو قبول دارم، ولی این فردیه. یعنی پژند امکان داره قبول داشته باشه. کدوم حرف من؟ الان دقیقاً بگه حرف من چیه که قبول یه نفر که با آدمی که رفته، یعنی قاعدتاً چیزی که تموم میشه از نظر من. ولی من الان در مورد خودم نمیخوام حرف بزنم. در مورد الیزابت استراود، در مورد لوسی بارتون و در مورد ویلیام میخوام حرف بزنم که بابا من اصلا مشکل ندارم این من نمیخوام قضاوت بکنم. من دارم میگم که ما در این وضعیت هستیم، چه به رسمیت بشناسیم مثل این ویلیام و لوسی، چه به رسمیت نشناسیم مثل خیلی از ماها تو زندگیمون. آقا چرا ما تا حالی به حالی میشیم یاد اکسامون میافتیم؟ خب دیگه خودتون نگین دیگه، بگی ویلیام الان ویلیامو بگید. من ببینید خانم، چون ما جهان داستان با جهانی که ما داریم ازش حرف می‌زنیم فرق میکنه. نه جهان داستان من دنبال اینم کجا به جهان ماها تلاقی پیدا میکنه. من دارم میبینم. من چرا باید آخه بگم نمیبینم تو جامعه خودمون؟ چرا تو جامعه خودمون میبینیم. من اصلا نمیگم نمیبینیم. ویلیام که از مریخ نیومده که، ویلیام هم از همین جهانه. یعنی شخصیت ها غیر واقعی که نیستن، شخصیت ها واقعی هن کاملا. هم ویلیام هم لوسی. اما آیا انتخاب درستیه یا نه رو؟ خب اینجا من سوالم مطرح میشه. اصلا من درست و نادرست نمیگم. من میگم اینجا این چسبندگی به گذشته است یا دلبستگی به یک سری خاطر است. این چسبندگی یعنی این که شما میگی که من الان میگم که من میخوام از یکی انتقام بگیرم. من رابطه‌مو باهاش تمام نکردم. ممکنه تمام کرده باشم به صورت رسمی، ولی وقتی میخوام انتقام بگیرم تموم نکردم. و این میشه چسبندگی به گذشته. یه موقع هم هست میگم نه، من دلبستگی دارم به خاطراتی که من و اون با هم داشتیم. حالا اصلا کاری ندارم که الان مثلا عرف ما میپذیره اینو یا نمیپذیره. عرف آمریکا میپذیره، اینور نمیپذیره، یا اصلا عرف اونورم نمیپذیره، فقط نیویورکش میپذیره. آره شاید بپذیره شاید نه. من دارم میگم که این وضعیتی که لوسی و ویلیام دارن چسبندگی به گذشته است یا به نوعی دلبستگی به خاطر زیست مشترکه. ببین یه نکته‌ای به نظر من اینجا باید توی داستان یه نکته‌ای رو میگه. یعنی من از خود داستان بازی یه چیزی رو میارم. من از خودم سعی میکنم نگم، چون جهان من با جهان لوسی متفاوته. لوسی به من این امکان رو داده و در واقع الیزابت استراود از طریق لوسی به من این امکان رو داده که من جهان او رو تجربه کنم و برم توی ذهن لوسی، خیلی هم با جزئیات بفهمم که دقیقاً احساسش چیه اونجا. یه جایی به من میگه که من همیشه ویلیام رو هانسل دیدم
که دنبالش من راه میافتادم. من گرتل بودم که دنبال اون راه میافتادم برای اینکه راه درست و راه رهایی رو احساس میکرده گم شده و احساس میکرده توی اون جهانی که پدر مادرش انقدر آدمهایی بودن که به هر حال آسیب دیده از دوران کودکیش، حالا وارد یه جهان دیگری شده، از فقر اومده و وارد یه جهان عجیب جدیدی شده و یه ویلیامیه که به شدت قبولش داره. حتی اگر رابطه قطع شده باشه و من فکر میکنم ویلیام هم لوسی رو خیلی قبول داره که اگه قبول نداشت باش حرف نمیزد، از وحشت و ترس و اندوه شبانش صحبت نمیکرد. میتونست با همسر خودش صحبت کنه، یعنی همسر حاضرش، نه همسر سابقش، ولی این ارتباطه وجود داره. حتی همسر حاضر ویلیام هم به وجود یه جورایی انگار لوسی براش آدم مهمیه، یا شایدم چون لوسی قهرمان داستان ماست ما داریم اینطوری میبینیم، یا شایدم لوسی چون انسان بی خطریه، انسانیه که مهربونه، خوب نیستا، مهربونه. آدم خوب حد و حدود قائل میشه و لوسی آدمیه که حدود نداره واسه برخورد با خودش. همین که میگه هر موقع بخوای میتونی به من زنگ بزنی و میگه که ویلیام میدونه حتی نصفش هم به من زنگ بزنه من جوابشو میدم. این خیلی غریبه. لوسی با همه مهربونه جز با خودش. اصلا نمیشه. پس با هیچ کی مهربون نیست. چون شما اگه تو ندونی با خودت چجوری میتونی مهربون باشی، چجوری میتونی با بقیه مهربون باشی؟ بله. نه لوسی فکر میکنم انگار تازه متوجه شده، یعنی تو سن نه آفرین، اصلا این خیلی خوبه. میدونید چرا من میگم خوندن این رمان خوبه؟ چون تو 60 سالگی داره این اتفاق میفته. دقیقا. این مهمه. دقیقا. ما چقدر داریم این دیالوگا، آقا اما که دیگه گذشته، ما زندگیمون رو کردیم، چی میگن، آردامونو بیختیم، الکامونو آویختیم، حالا تو این سن تو میخوای منو درست بکنی؟ یعنی ببین تو همون سنم تو نفهمیدی باید مثلا درست همون اونی که میگین هانسل و گرتلی که دارین توضیح میدین، این فهمیده اونجا در پایان قصه، این فهمید که آقا اصلا اشتباه من این بوده که به این امید داشتم، اصلا من باید به یه چیز دیگه امید میداشتم. و این چقدر خوبه برای ما که بفهمه آقا هیچ وقت دیر نیست. آره. هیچ وقت دیر نیست. آره. ما همه یاد گرفتیم که تو فضای مجازی میشنویم که هر چی بوده از 7 سالگی تا 7 سالگی شما بعد دیگه تمومه، دیگه نمیتونی کاری بکنی. یعنی شما رو داره دنیا از فاعلیت میندازه با این چرندیاتی که صبح تا شب داریم میخونیم و میشنویم، در صورتی که اصلا این شکل نیست. من اینو میخونم میبینم داره یه زن تلاش میکنه که ناامید بشه. چقدر تو روز داریم تلاش میکنیم امیدوار باشیم به هر چیزی که تو زندگیمون هست. نه بابا، این حالا اینم که تو میگی همچین نیست. این داره سعی میکنه که بگه نه آقا همچینه. داره سعی میکنه بگه مادر من آدم بیرحمیه، مادر من متوجه نیست. داره میگه همسر سابق من اگر من باهاش تموم کردم، آقا من آدم یهویی، من دیگه نمیدونستم چی کار باید بکنم، اصلا بضاعتی وجود نداشت. یا این که داره میگه که من وقتی اونجا که هستش میره تو دهکده میشناسنش به عنوان رمان نویس اینا، احساس میکنه من دارم دیده میشم. چه ایرادی داره تو 60 سالگی دیده بشی؟ فکر نمی‌کنم البته اونجا این انقدری که شما الان میگی هیجان زده بشه. هیجان زده نمیشه. دیالوگ بعدیش که میگه خوشش اومده. خب حتما هر آدمی خوشش میاد که خونده بشه، هر آدمی خوشش میاد که بابت اون کاری که واسش زحمت کشیده شناخته بشه. آفرین، بابت کاری که زحمت کشیده. متوجه؟ و لوسی آدمیه که برای اینکه تا اینجا رسیده زحمت کشیده. ممکنه بگه من از یه خانواده فلان بودم، اون دستشویی رو که تعریف میکنه شما واقعا وحشتناکه. خب ولی داری میگی تو از اونجا اومده به اینجا و الان شده لوسی بارتون. این چقدر ارزشش بیشتره تا ویلیامی که اصلا از یک زیست دیگه اومده و مثلا اگه من از اینجا شروع کردم اون از 3 متر جلوتر من شروع کرده و من وقتی میام از اون میزنم جلو و میشم تکیهگاه اون، یعنی من خیلی آدم خفن‌تریم. دقیقاً. و چقدر خوبه که ما یاد بگیریم که خودمونیم که میتونیم برای خودمون کار بکنیم. چون الان من میشنوم که
حالا شما هم الان یه تیکشو گفتین که این یه زیستی داشته که حالش خراب بود و اینا، ولی من دارم میشنوم تو جامعه که آقا ما که دیگه نمیتونیم چی بکنیم فلان بکنیم. آره حاجی نمیتونی کاری بکنی، آره قربونت برم کاری نمیتونی بکنی، چون اول از همه خودت به این نتیجه رسیدی که کاری نمیتونی بکنی. ولی هیچ وقت دیر نیست. 70 سالته تا 75 سالگی قرار زندگی کنی، 70 سال گند خورد توش، 5 سال آخر رو خوب زندگی کن. آقای بهشتی یه نکته‌ای به نظر من الان جا داره که من اینو بگم که هر داستانی، هر کتابی، به خصوص شمایی که انقدر کتاب میخونید و جهانهای مختلف رو دارین تجربه میکنین، من فکر میکنم هر کتابی یک سری چیزی رو، یه سری المانی رو توی جهان خود اون کتاب قرار میده و اجازه میده به ما که ما اون جهانه رو تجربه کنیم و من مخاطب هر کدوم از ما یه جور اون رو برداشت میکنیم. من فکر میکنم گفتم اینو که توی یک جمعی بودم که خب همه خانم هایی بودن که یه بوک کلابی بود و به من گفتن که ما همه این کتاب خوندیم و بیاین اینجا. میگم بوک کلاب چون خودشون میگفتن بوک کلاب، وگرنه من حالا ایراد نداره بوک کلاب. به هر صورت یه جمع داستانخوانی یا گروه داستانخوانی بود. گروه داستانخوانی بود که این دوستان عزیز جمع شده بودن و در مورد کتاب صحبت میکردن و باور کنین یکی دو نفرشون واقعا عصبانی بودن، میگفتن چرا لوسی این کارو کرد، چرا لوسی با ویلیام حرف میزنه، نباید حرف بزنه. مثل حرفی که اول شما زدین، گفتین که ویلیام به چه حقی داره اون وحشت و اندوه شبانش رو داره با چیز میاره، با لوسی به اشتراک میگذاره. البته من از منظری که شما قبلش گفتین حالا بعدا میگم چرا دارم اینو میگم. آره حتما بگین. منظور من اینه، من اصلا نمیگم نه این اتفاقا خوبه، جذابه. نه حالا داشتیم میگفتین که اونا چه واکنشش؟ اونا واکنششون دقیقا همین بود که یعنی چی یک زن نباید این کار رو بکنه. و من فکر میکردم، داشتم بهشون همینو میگفتم اجازه بدین که ما خودمون رو جهان لوسی رو تجربه کنیم. ما جهان خودمون رو داریم زندگی میکنیم. من بعضی اوقات یه اصطلاحی دارم میگم برای گذروندن این روزهای سخت کتاب بخونید. کتاب بخونید، در پناه کتاب و کتابخونی این روزهای سخت و راحت‌تر بگذرونید. اینو تو دوران کرونا گفتم، تو دوران جنگ گفتم، حالا هر اتفاقی که این وسط افتاد من هی گفتم این روزهای سخت رو راحت‌تر با کتاب میگذرونیم. دقیقاً علتش همین اینه که ما اجازه میدیم راوی عمومی داستان که صداشو داریم میشنویم داستانه رو برای ما بگه و ما رو با اون تجربیاتش رو با ما به اشتراک بگذاره و اجازه بده ما یه جور دیگری داستان رو ببینم اگه اون مثل من رفتار نمیکنه، اون یه کار دیگه کرد، شاید اگه مثل من رفتار میکرد اصلا داستانی شکل نمیگرفت، اصلا این رمان نوشته نمیشد، اصلا دیگه ویلیامی وجود نداشت، چون ویلیام رفته بود دیگه هم خبر نداشت ازش. میدونین چی میگم؟ من بحثم اون که من اینو کاملا متوجه میشم که شما میگین واکنش چرا یه زنه باید این کارو بکنه و فلان و بهمان. متاسفانه ما عادت کردیم هر اتفاق بدی که میفته یه نگی یا بده فلانه، حالا اینجوری میشه، همه اینا رو داریم. ما یاد گرفتیم تمام بحران هایی که باید ببینیم و میندازیم توی کمد، یه پارچه هم میکشیم روش، یعنی سعی میکنیم اصلا نبینیم. و تو وقتی اینو میبینی انقدر دردت میاد، چون تو تصمیم گرفته بودی نبینی دیگه. دقیقا. من مسئله‌ام اینه که با لوسی یه چیزه و هرسم میگیره، هرسم به خاطر خود لوسی میگیره، به خاطر اینکه آجی تو این اومده 20 سال تو رو ابیوز کرده، خب چرا دوباره اجازه میدی اینجوری استفراغ روانی بکنه رود؟ چون در همونجا، حالا من این یه تیکه رو میگم، اسپویلم نیست، یه تیکه میاد کابوسشو میگه و وقتی لوسی شروع میکنه میخواد حرف بزنه میگه خب من دیگه باید برم. خب ببین اصلا یک آدم بلا تکلیف که فقط میخواد تو رو ذره ذره مصرف کنه. خب لوسی اولاق چرا نمیفهمی اینو؟
ولی میفهمه آخرش. و برای من خوندن این تلاشش برای فهمیدن خیلی جذاب بود. ببین شنونده بودن لوسی یه بخشش به خاطر نویسنده بودنشه و از دست دادن دیوید. من فکر میکنم عشق زندگی لوسی ویلیام نیست، عشق زندگی لوسی دیویده. اتفاقا اینم جالبه، به خاطر اینکه ما یک چیزی در کل این داستان متوجه میشیم و اون اینه که عشقی که تو در رمان به این نتیجه میرسی که میخواد دربارش گفته بشه، یه عشقیه که از بازشناسی میاد، از پذیرفتن میاد، پذیرش میاد، نه عشقی که از درک کردن میاد. ببین من میتونم شما یه داستانی برای من بگین، من درکتون کنم، درک میکنم دیگه، میفهمم چرا این کار کردی، برای چی این کار، چی جوریه فلان بهمان اینا. ولی اون پذیرفتنه هست که یه سری بضاعت ها رو در انسان بلوغ میده. استراوت انگار داره میگه که عشق در بازشناسیه. یعنی اگه همه منو اینجوری میشناسن، تو منو اینجوری بشناس. یعنی مثلا من اگر تا الان همه تاییدم کردن بابت این داستان، من میام یه بازشناسی انجام میدم توی تو، میگم این اصلا قابل تایید نیست، این داری تو این کارو میکنی. ممکنه به حرف بگم، ممکنه به رفتار بگم، ولی نشون میده که او داره یه چیزی تو من میبینه که دیگری ندیده و این اونو یگانه میکنه و این عشقه که یگانه است. پس من نشانه های یگانگی رو دارم تو این میبینم، وگرنه مثل همه منو تایید کنه، مثل همه به من همه هرچی همه میگن و به من بگه و من به همون زیستم ادامه بدم. خب این چه چرخه تکرار شونده خواهد بود. و دیوید نیستش تو داستان ولی اثرش هست خیلی. این تو به صورت و معانیش همینه که به این قدرت اینو داد که بره مسئولانه مواجه بشه با مسئلهش که ویلیامه و رفت و آخرش ناامید شد و اصلا هدف اینه که ناامید بشی. این یه بار از مادر ناامید شد در همین داستان و یک بار از ویلیام ناامید شد. تمام اون چیزهایی که بهش میگفتن این زندگی امیدوارانه باید نسبت به اینا باشه و خب این خیلی ارزشمنده که این شکلی هم بشه نگاه کرد. ولی ما الان پذیرفتن چی میبینیم؟ من همینی که هستم دیگه، همینی که هستم رو بپذیر دیگه. ما داریم همینو میبینیم دیگه. این کجاش اصلا معنی دوست داشتن میده؟ آره اون یه ذره شمیه، یعنی اصلا تو چه میدونی چی هستی؟ میفهمم. تو چجوری متوجه میشی چی هستی؟ من دارم سعی میکنم یه چیزی از تو رو به خودت نشون بدم که باید باشی و این خود توه. و داره میگه اون هسته مرکزیت این شکلی، هسته مرکزی تو از خودش دفاع میتونه بکنه، هسته مرکزی تو بلده چجوری خوب باشه ولی بلد نیست مهربون باشه، اجازه نمیده دیگران ابیوزش کنن، با انتخاب خودش داره منابعش رو در اختیار دیگران قرار میده، نه باز استبداد اونا. من فکر نمی کنم البته لوسی مرعوب اون استبداد شده باشه. به مرعوب نظر من استبداد شده بوده. شاید. من یه سوال میکنم، یکی رو دلتون براش بسوزه یا ازش بترسین فرقی میکنه تو این که منابعتون رو بی اختیار در اختیارش بذارین؟ نه، دلم سوخت چی شد؟ یعنی من اون لحظه در اختیار یارو میذارم چون دلم سوخت، یا اینکه آقا اینو بذار ساکتش کنی، اینو بده تمومش کن بره. خیلی تو اصل قضیه فرق به نظر من فرقی نداره، سازوکارش یه چیزه. چون اونجا باز یه ذره انتخاب هست تو چی؟ ولی توی زمانی که تو دلت سوخته و در اختیار آدم قرار دادی، چجوری انتخاب من دلم خواسته، من باشه دلم من دلم خواسته، ولی اون منو مجبور کرده یه جایی. اصلا اون دل منو سوزونده. اون دل منو نه آره میدونم، معلومه که اون اصلا حضورش انقدر پررنگه. حالا یه نکته میخواستم این وسط بگم، الان مخاطبی که کتاب رو نخونده اینجا باید استاپ بزنه، بره کتاب رو بخونه، برگرده تا بفهمه دیوید و ویلیام چیه، چون احتمالا الان این بحث جذاب ما برمیگرده باز به دیوید و ویلیام. واسه همین خواستم بگم که قاعدتا مخاطب اینجا میتونه پاس کنه، بره بخونه و دوباره بیاد و اینجا بقیه برنامه رو ببینه. نکته اینجاست که مسئله سر اینه، زمانی که دل من واسه کسی میسوزه
در واقع این اتفاق میفته که من باز دلم خواسته که برای اون آدم یه کاری انجام بدم، ولی وقتی که استبدادی وجود داره اون منو داره مجبور میکنه. یعنی من دیگه اگه حتی الان دلم نخواد که کمکش کنم مجبورم کمکش کنم. استبداد خیلی فرق کمک میکنه. میگیرم و میگم که ای بی بسر من میروم او میکشد قلاب را. پس بازم استبداد، او میکشد قلاب را. این بهانه‌ایه واسه این که ما بگیم اون عشق سبب شده که این کارو من بکنم. ولی باز انتخاب لوسیه. همش انتخاب لوسیه. من میگم نه، استبداد انتخاب دیگه نیست. شما نه دیگه. استبداد برخورد کردی، خب بله. میتونی جلوش وایسی، میتونی جلوش وای نستی. انتخاب توه. میگی من این هزینه رو میدم، من حاضر نیستم این استبداد نیست. نه به هر حال استبداد میدونی اونو مجبور میکنه به انجام این اصلا کاره. مجبور یعنی چی؟ مجبور یعنی این که شما بازم انتخاب میکنی، یعنی میگی که آقا حد توان این تو دستمه، من بالاتر از توانش بهش زور میگم، این خود به خود میاد سمتم. ولی بازم خود به خود میاد سمتم، او تصمیم گرفته بیاد، پس باز انتخاب کرده. فرقی نمیکنه. فرق میکنه. حالا دیگه سر این موضوع به تفاهم نمیرسیم. ما سر این موضوع به تفاهم نمیرسیم. تو کتاب یه چیز جالبی که وجود داره، این دوتا وقتی تنها میشن یه سفری رو با هم شروع میکنن. یه سفری رو شروع میکنن که تو اون یک راز خانوادگی رو میخوان سر ازش در بیارن. این سفره اصلا چیه؟ یهو این دوتا برای چی با هم سفر میشن؟ اصلا این یکی از مواردی بود که اون خانم ها به من گفتن ما وقتی دیدیم این دوتا با هم رفتن سفر کتابو بستیم. نه من منظورم یعنی اون چی؟ نیست. یعنی چی؟ چرا این دو نفر با هم رفتن سفر؟ این سفره دقیقا همون اون وحشت است، همون وحشت و اندوه شبان است. یعنی جایی که ویلیام هیچ کس رو نداره. به نظر من ویلیام خیلی آدم تنهاییه، واقعا آدم تنهاییه. پارتنر زیاد داشته، آدمای مختلف هم تو زندگی زیاد بودن، ولی تنهاست واقعا. وقتی استل همسرش میره، دست به دامن تنها کسی که میشه لوسیه. اصلا ویلیام هیچ کس رو جز لوسی نداره. یعنی واقعا فکر میکنم حتی اون موقعی هم که مادرشم بود، لوسی بوده که فقط بوده. چرا انقدر مطمئنی که لوسی هست؟ ویلیام چرا انقدر مطمئنه که لوسی هست؟ به خاطر همه اون چیزایی که انتخابایی که دیدیم، همه اون کارایی که برای ویلیام، همه اونی که نصف شب وقتی زنگ میزنه به لوسی گوشی رو جواب میده و بعد وقتی داره حرف میزنه دیگه حتی براش مهم نیست، اون گوش نمیده، ولی همینی که در مورد اندوهش اون آدم صحبت کرده گوشی رو میذاره و باز به ویلیام فکر میکنه. میدونی به نظر من خودم یه جورایی فکر میکنم انگار لوسی ویلیام رو یکی از شخصیت‌های داستانیش میبینه، مثل الیزابت استراود که دست از سر شخصیت‌ها بر نمیداره. همه شخصیت‌های داستانی الیزابت استراود از رمان اولش، حالا بعضی از رماناش واقعا نیستن، این شخصیت‌ها نیستن، ولی یه سری شخصیت داره که توی رمان‌های مختلف نقش‌های مختلف بهشون میده و اجازه میده این نقش‌ها صحبت کنن. من فکر میکنم لوسی داره ویلیام رو مثل یکی از شخصیت‌های داستانیش میبینه، یه آدمی که جالبه و دلش میخواد حرفاشو بشنوه. اگر یه فکری بکنیم، اگر لوسی گوش نمیداد به حرف ویلیام، ما هیچی نداشتیم از ویلیام که برای ما لوسی تعریف کنه. از اون دوران ما نمیدونستیم وحشتش چیه و اصلا بعدش میگفتیم این که انقدر رابطشون دوره چطوری با هم رفتن سفر. ولی دقیقاً ما دلیل داریم. لوسی و ویلیام خیلی صمیمیان و ویلیام انگار جای همون خواهر و برادریه که نیستن، پدر مادریه که نیستن و لوسی ویلیام براش هم شخصیت داستانیه، شخصیت پررنگ داستانیه که اجازه بهش میده حرفاشو بزنه برای اینکه بتونه بنویسه.
و همین که این داستانی که پیش اومده دارن میرن دنبالشون، راز زندگی ویلیامو بفهمن، خیلی داستان جذابیه. من اگه همین الان متوجه شم یه همچین داستانی توی زندگی یه دوستی که الان مدت هاست باش قطع رابطه کردم اتفاق افتاده، اگر اون به من با من احساس صمیمیت کنه و به من زنگ بزنه، من حتما میرم، چون به نظر من چه داستانی قشنگ‌تر از این، چه سوژه داستانی خوبی. ما یادمون میره که لوسی بارتون نویسنده است. به نظرم لوسی بارتون نویسنده است. هر قصه جذابی که براش تعریف کنین، استل میاد اونجا میبینه لوسی رو و شروع میکنه باش حرف زدن. با ترسم یه ذره حرف میزنه، چون استل ویلیام رو رها کرده و لوسی به خاطر اینکه همسر ویلیام رو رها کرده، از دست همسرش ناراحته، عصبانیه. چرا؟ چون ویلیام رو شخصیت داستانش میدونه. استل شخصیت فرعیه، قهرمان داستان نیست. قهرمان، اسم کتاب وای ویلیامه، قهرمان داستان ویلیامه. برای لوسی قهرمان داستانی که داره خلق میکنه ویلیامه. برای همین وای میسه، گوش میده و باهاش میره سفر که ببینه این سوژه جذاب چیه، چه رازی تو زندگی این شخصیت مهم داستانی، که از قضا قهرمان داستان زندگی خودش هم هست، اتفاق افتاده. میره سفر، حتما میره. شما بودی نمیرفتیم؟ میرفتیم. مسئله اینه که قهرمان در قضاوت شکل میگیره و لوسی در تمام مواجهه‌ای که، نمیگم نوشتهاش قضاوت داره، در تمام مواجهه‌ای که با ویلیام داره قضاوت نداره، صرفاً میشنوه. حالا بیا یه جور دیگه خانم سلیمانی فکر بکنیم. در این رابطه ویلیام مادری که میخواسته داشته باشه رو داره و لوسی مادری که هیچ وقت نداشته و دوست داشته این شکلی باهاش برخورد کنه رو داره با ویلیام تجربه میکنه. این میگه مادری کردنی که برای ویلیام میکنه همون مادری بوده که خودش دوست داشته باشه. فقط مواجهش چه شکلیه؟ اون داره یه مادری رو از یه جای بیرونی به دست میاره، این سعی میکنه تجربه اون مادری که میخواد داشته باشه رو از طریق درون خودش نسبت به ویلیام داشته باشه. یعنی به نوعی داره به مادرش میگه دیدی اگه تو یه جور دیگه بودی منم یه جور دیگه بودم. همین که تو کابوس مادرش رو در کابوس میبینه و میگه من دوست داشتم با تو صحبت کنم. و نکته مهمتر اینه که رابطه هایی که مادرانه یا پدرانه میشه دیگه نمیتونه ادامه پیدا بکنه، چون شما با مادرتون که نمیتونین زناشویی داشته باشین، شما با بچه‌تون که نمیتونین زناشویی داشته باشین، شما نمیتونی با بچه‌تون بزرگ بشین، شما با مادرتون که نمیتونین حرفای خصوصی با هم دیگه داشته باشین. اون در یک وضعیتی قرار میگیره، قرار شما رو اصلاح کنه و تو خیلی موقع ممکن لاپوشون ازش بکنی. و ویلیام داشته لاپوشون میکرده دیگه، خیانتاشو داشته لاپوشون میکرده، اون من شکننده رو داره لاپوشون میکنه و به نظر میاد که یه همچین چیزی اینجوری نیست. شاید بشه اینطوری هم نگاه کرد. آره فکر میکنم این نگاه از اون نگاهاییه که خیلی روانشناختیه و نگاه جذابی هم هست. من نمیدونم که میشه اصلا الان، یعنی میدونیم باید یه سری المان در بیاریم از توی داستان برای اینکه بتونیم خیلی دقیق تر بهش اشاره کنیم. من فکر میکنم یه نکته‌ای که گفتید اون نکته خیلی درستیه. شاید بشه گفت علتش اینکه پنهان میکرده روابط دیگرش رو، شاید به خاطر همین مادرانگی بوده که لوسی میکرده. میشه گفت به نظر من این منطق انسانی داره. حالا اینکه از دلایل ریشه های روانشناختی داره درست یا غلط چیزایی که میبندن به ویلیام درست یا غلطش اصلا کار ندارم. اینه که آقا این رازگونه است، اصلا معلوم نیست چه خبره، اصلا چی کار میخواد بکنه، اصلا معلوم نیست حالش خوبه بده، به چی فکر میکنه به چی فکر نمیکنه. یه جا هست که لوسی میگه دوباره دور شد. آره آفرین. اجازه نمیده، اصلا اجازه نمیده. ببینید آره. همونطور که صمیمی نمیشه با دیگران، این ریشش یعنی این که اجازه نمیدم کسی باهاش صمیمی بشه.
این خیلی نکته مهمه و این داره این چرخه عدم صمیمیتی که با دیگران داره همینجوری واسه شکست ایجاد میکنه و هی لوپ میزنه تو خودش. آره درسته. یه چیز جالبی که برام هست اینه که لوسی ویلیامو چه جور مردی میبینه؟ اصلا مرد میبینه؟ اصلا قسمت اولش که داره، بذارید من معذرت میخوام، من قسمت آخرش رو میخونم که ببینیم مرد میدونه. آره اون قسمت آخرش دیگه تقریبا میگه ویلیام سبیل بسیار پر سفید خاکستری دارد، اما یه جورایی دور تا دور سبیلش را خط انداخته و موهای سرش هم پرپشت و سفید است. موهایش را کوتاه کرده اما از سرش بالاتر می‌ایستد. مرد قد بلند و خیلی خوش لباسی است. اغلب خانم‌ها وقتی می‌خوان در مورد مردی بگن مرد دلپذیری و جذابه، قاعدتاً یه سری صفت‌ها رو میارن براش. مثلا خوش لباس بودنش رو وقتی داره میگه و جلوتر اشاره میکنه با اون شلواری که پوشیده، میگه دیگه الان کی از این شلوارای کوتاه میپوشه؟ خجالت نمیکشی این شلوار کوتاه رو پوشیدی؟ و ما متوجه میشیم که چهره ویلیام اغلب حالت دلپذیر محکمی دارد، مگر هر چند وقت یک بار که با خنده از ته دل سرش به عقب خم می شود. مدت زیادی است که ندیدم اینطور بخندد. چشمایش قهوه‌ای هستند و همچنان درشت. با افزایش سن چشمهای همه درشت نمی ماند، اما چشمهای ویلیام همانطور درشت ماندن. به نظر من توی سراسر این، به نظر من در تمام این داره میگه آن چیزی که هست را بروز نمی دهد. تو این میگه؟ آره، چون داره میگه ببین اصلا نگاه کنید دلپذیر محکمی دارد. همین، نه من دارم به اون نکات مثبت، من دارم به اون جمله قبلیه شما دارم میگم که نظر شما، نظر لوسی راجع به ویلیام چیه؟ آیا به نظر لوسی ویلیام جذابه؟ قطعاً جذابه. یا میگم مردانگیشو چجوری میبینه؟ میبینه اینجا میبینه، ولی در نهایت کم کم متوجه میشه که او مردانگی همینه. او هانسل نبوده که این دنبالش بره، یعنی راه رو او بلد نیست، اقتداری نداره و جالبه، ولی به دروغ داره به همه میگه راهو بلد. داره میگه دیگه ببین شما دونه دونه این چیزایی که گفتین داره میگه چش همه معمولا این موقع داره بسته میشه ولی مال این بسته نمیشه، مثلا کوچیک میشه. ظاهر فیلم به نظر من کاملا فیزیکی داره میگه. دیدین آدما پیر میشن چشماشون، چشم همه ماها همینطوریه، چشم ادامهشو نمیخونی که میگه این همش نگرانه اینه که مثل بذارید بقیه‌شو بخونم. حالا نمیخواد. نه آخه نگفته. نه ادامهش چند صفحه جلوترشه. داره میگه که آره داره میگه چالش هایی برای خودش درست میکنه که بتونه پسش بر بیاد و باورش نشه که پیره. آره همه آدما همینن. باز به نظر من این ربطی به خوبی و بدیش نداره. من دارم میگم او نمیپذیرد خود را و چون نمیپذیرد خود را ویلیام نمیپذیره خودشو. اداشو ول کنین. همه میگن ما فلانیم ولی ما فلانیمو توی بروزش هم باید ببینن که فلانن. فکر میکنم چیزی که داری میگی چند تا قسمت توی داستان داره که بله ویلیام هم درست نمیتونه تصمیم بگیره. اصلا یه سوال مهم، ویلیام مرد رو چجوری میبینه؟ ویلیام مرد رو چجوری آره الان از رفتارش و این چیزایی که در قصه میبینیم مرد رو چی میبینه؟ چه روایتی از مردانگی داره؟ همین روایتی که شما میگین شسته رفته، اتو کشیده، رخ کارو خوب نگه داره. من اینجوری دیدم تا رخ کارو خوب نگه داره. به نظر پسر بچه است و همه مردارم پسر بچه میبینه. جذاب بمونه، فلان بمونه. خب باشه اینا رو همه رو که انجام دادی. خب من یه اینجوری کنم که میریزی تو که. خب چی شد؟ پس اون مردانگی رو هم نداره ویلیام در ذهنش. خودش میدونه که اون مردانگی رو نداره. این تعریفه. به نظر من تعاریف مختلف، هر کلمه‌ای، هر صفتی، هر چیزی میتونه توی هر داستانی بیاد و نویسنده یه کاری بکنه که حتی اون مفهوم برای ما عوض شه، همونطوری که اون مفهوم برای شخصیت عوض میشه، همونطوری که مثلا در نهایت این
رمان اسپویل نیست اصلا، ولی در نهایت این رمان ما میبینیم که مفهوم اقتدار برای لوسی عوض میشه. نه، مفهوم اقتدار عوض نمیشه. تازه میفهمه اقتدار یعنی چی. تا الان فکر میکرده استبداد همون اقتداره. شاید. آره. شاید. ولی به هر صورت منظورم اینه که براش یه چیزی، اون چیزی که شما گفتین ما میذاریم کنار یه گوشه که کسی نبینه، انگار اون پرده ها رو همینطور طی مرور زمان در این رمان داره این پرده ها رو یکی یکی میزنه کنار رو. یه چیزی وجود داره توی این رمان برای من و اون گذشته لوسیه. به نظر میرسه که لوسی داره سعی میکنه گذشتش بگذره، یعنی مادر بگذره، ویلیام بگذره و انگار داره تمام تلاش خودشو میکنه که اینا رو ببخشه و در ظاهر انگار بخشیده، ولی هیچی عوض نمیشه. چرا؟ یعنی این هنوز در همون سازوکارا داره کار میکنه، در همون موقعیت هاست، در همون الگوها داره زندگی میکنه، ولی انگار اینا رو بخشیده. یا دیگه اینه دیگه در همون موقعیت ها، در همون الگوها اصلا نیست به نظرم. چرا؟ لوسی خیلی مدام داره چیزهای مختلف رو تجربه میکنه، هم از نظر سنی که ما داریم یه سن دیگر رو میبینیم که پدر مادرش رو تجربه کرده، خانم ناش اومده نقش مادر برای لوسی ایفا کرده. نه، لوسی خواست که اون نقش مادر رو ایفا بکنه. بله، و اونم این کارو کرد. اون بدون اینکه لوسی بگه براش لباس زیر میخره. حالا باشه، مامان که باشه، مامان یه آقا اگه مامان 4 بار لباس واسش خرید میگیم که این مادر، ولی لوسی دوست داشت اون نقش مادر رو براش بازی کنه. این نقش مادر رو تو ذهنش داشته حتی باشه. همه دوستا و همکلاسیاش وقتی بهش گفتم مامانته، گفت مامانمه. حتی یعنی خانم ناش هم یه جوری وانمود میکنه که انگار مامانش. دقیقاً. یعنی لوسی اتفاقا اونجا دقیقاً هی مدام داره تغییر ایجاد میشه توی زندگیش، موقعیت داره تغییر میکنه. یعنی اونجا اون مادر رو گذاشت کنار، یعنی واقعا خانم ناش رو مادر خودش دید و بعد رفت کنار. راه حل این برای کی؟ برای لوسی گویا راه حل. کلا الان فکر کنی یه آدمی یه چیز دیگه میگم. ما الان یه رابطه‌ای داریم، تمومش کردیم. اصولا چجوری رابطه رو درمان میکنیم؟ میریم با یکی دیگه، یعنی یکی دیگه رو میایم جایگزین اون میکنه، یا میریم پیش مشاور. نه اصلا مشاور اینا رو ول کنیم. باور کن من میدونم اصلا ما مشاور که بابا اصلا کار خاصی نمیتونه بکنه تا موقعی که شما تصمیم نگیری که این الگوی آشنای کاهش اضطراب تو بخوای عوض بکنی، این چرخه رو بشکنی، این چرخه‌ای که داره مدام لوپ میخوره بین نسل‌ها رو بشکنی و تو نمیشکنی و هی میری پیش مشاور. فکرم میکنی که مشاور رفتن خودش یه تلاش بی حد و حصریه که مثلا انگار قراره مثلا اون یه چوب جادویی بزنه کدو تنبل بشه کالسکه. اصلا یه همچی چیزی نیست. اینقدر آدما فکر میکنم ناآگاه نیستن کسایی که میرن پیش مشاور. ببین من اصلا میدونی چی من میگم انقدر شجاع نیستن که بتونن از اون سلول امن شاوشنگ خودشون فاصله بگیرن و فکر میکنن که اگه آزاد بشن چی میشه دیگه، اونجا کجاست. مثل شاوشنگ بود که آزاد شد و خودشو دار زد. من فکر میکنم شما گفتید که میرن سراغ یه آدم دیگه و وارد یه رابطه دیگه میشن. الان فکر میکنم یه مقدار آگاهی بیشتر شده و به جای اینکه برن سراغ یه آدم دیگه قاعدتا میرن پیش مشاور و سعی میکنن اون چیزی که اون مشکلی که دارن رو رفع کنن. نشانه هایی رو نشون نمیدن. من واقعا هیچ آماری ندارم، یعنی من اصلا موضوع آمار نیست، به اطرافتون نگاه بکنی. چون میبینی ما حرف که میزنیم بر اساس یه شم حرف میزنیم. شم کیه؟ پسر همسایه بغلی ماست و دختر همسایه بالایی ماست. یا شاید دایره گسترده، یا دایره حتی گسترده تر که مثلا توی فضای مجازی من یه چیزی میبینم یا یه چیزی میبینم باب شده، ولی حتی فضای مجازی و اون چیزی که باب شده یا به اصطلاح
ترند شده لزوما اون چیزی نیستش که درسته و همه حتی بهش فکر میکنن. ما اون رو حتی نمیتونیم، یعنی باز اون نیاز به یه تحقیق و آمار داره. یه جامعه شناس میتونه بشینه آمار این آدم ها رو در بیاره، بگه که بر اساس آماری که من دارم، تازه متغیرها انقدر گسترده است، سنشون چیه، جنسشون چیه، از چه خانواده میان، از چه طبقه اجتماعی میان، همه اینا میتونه روی تصمیم آدم تاثیر بذاره. به عنوان یه محقق بیاد بشینه اینا رو بررسی کنه و بعد بر اساس اون به یه چیزی برسه. من این رو متوجه میشم. اون وقت میگم خب بر اساس این تحلیل حرف زدن در مورد این که بگیم همه آدما بعد از این که از رابطه میان بیرون، یا بگیم بهتر اینه که بگیم اغلب میگم شم ماست. اون چیزیه که میگن یه اصطلاحی دارن که میگن تو اکسپلور میاد، اون چیزی تو اکسپلور میاد که تو زیاد خودت دیدی و یا مثلا لایک کردی یا زیاد دیدیش. من خیلی وارد به این مسئله نیستم. اصلا نمیدونم چی میگی. میگن زیاد میاد و تو زیاد میبینی توی اکسپلورت، توی اون فضای جستجود زیاد میاد اون چیزایی که مثلا شما یه ویدیویی رو در مورد همین روابط و اینا لایک میکنین و بعد هی از اون دست ویدیوها برای شما زیاد میاد. بر اساس اون من نمیتونم نظر بدم، یعنی نمیتونم بگم اغلب. میگم حتی دوست و دختر خاله و پسر خاله و اینا باز میشه شم، یعنی میشه یه نظر فردی. نظر فردی شما اگه اینه به عنوان یه گفتگوی دوستانه میتونیم مثلا بگیم اگر همه بعد از مثلا یک رابطه وارد یک رابطه دیگری میشن، ادامه سوالتون رو اگه بگین اون وقت من میتونم بگم که مثلا چی میتونیم بگیم در موردش. نه من دارم میگم این وضعیتی که شما از این رابطه تمام میشه این درمانه؟ قطعا نیست. یعنی اصلا شما یه سوگی داری، مثلا سوگ تو با دراگ برطرف بکنی یا اینکه بری توی رابطه دیگه فرق نداره که. یعنی ما به خودمون اجازه نمیدیم سوگوار باشیم. ما به خودمون اجازه نمیدیم اون آدمی که باید تموم بشه و وقتی تموم نمیشه مدام تکرار میشه، وقتی نگذره مدام تکرار میشه. و برای من جالبه که ویلیام این کارو میکنه، ولی لوسی به خاطر اینکه قبلا یه چیزایی خودش تو زندگیش ساخته و همه چی حاضر و آماده نبوده این کار نمیکنه. از این رابطه نمیپره تو اون رابطه. میدونین چی میگم؟ یعنی اصلا نمیتونه، یعنی اصلا شما ویلیام نمیتونه بدون رابطه باشه. خیلی عجیبه دیگه. از استل میاد دوباره یه کامبک میکنه به سمت لوسی، دوباره از اون یکی هم که چیز میشه یه کامبک میکنه به لوسی و خب خیلی غریبه دیگه. من میگم این بفهمیم این اشتباهه. نه اشتباه هم نه، کارکرد نداره، چون در نهایتش اون قصر فاخری که از خودت ساخته بودی واسه لوسی به یک آنی فرو میریزه. حالا اگه مثلا این گفتگوی خودمونی بدونیم و علمی ندونیم که مثلا حالا یه امکان داره یه نفر بگه نظر علمی درست نیست، من همیشه میگم وقتی یه زخم آدم میخوره آدم باید صبر کنه اون زخم خوب شه. تو وقتی یه زخم باز که در حال خون ریزی داری، تو نمیتونی بری بیرون واسه خودت یه زندگی کنی. اون زخم یه نیاز واقعا داره به این که درمان شه، نیاز داره به این که ببنده. و اون سوگواریه که دارین میگین و من فکر میکنم که اتفاقا خیلی هم توش میمونن، یعنی انقدر سوگواری میکنن سالها میگذره ولی اون آدم همچنان براشون آدم میمونه، سوگواری میکنن براش، بهش بر نمیگردن ولی سوگواری میکنن براش. یعنی زخمه رو انگار مخصوصا زخمه رو روشو باز نذاشتن یا مدام کندن روشو برای اینکه بمونه جاش بیشتر. آره خیلی عجیبه آدم ها عجیبن، هم خودمون اصلا کلا به نظرتون لوسی خودشو بخشید؟ بابت ببینید یه چیزی داره لوسی در تمام داستان میگه،
درسته که داره روایت میکنه که من از یک فقری میام و کاش فقر نداشتم و کاش، ولی این یه شرمی نسبت به زیستش در روایتش وجود داره. به نظرتون این حالا بجز اون طبقه اقتصادی و اینها در ادامش هم وجود داره، به نظرتون لوسی خودشو بخشید بابت یه شرمش رو پذیرفت، یعنی از شرم خارج کرد این وضعیتی که داشته رو؟ چون ببین به نظر من که داشتم میخوندم لوسی خیلی آدم دست و پاداره، خیلی باحاله، خیلی مثلا زن عاقله، خیلی خیلی ستودنیه این زن. بله. ولی خودش یه همچین اعتقادی نداره و معلومه که شرم داره نسبت به اینی که هست و آنی که بوده. خب به نظرتون آخرش خودشو بخشید؟ وقتی میگه وای لوسی، نظر منم بخشید. وای ویلیام، وای لوسی، وای همه شما. نظر منم بخشید. خب من سوال آخرم بپرسم و به نظرم این سوال آخرم از همه باحال‌تره و اون اینه که لوسی چه جور مادریه؟ در مورد مادرانگی حرف زدن خیلی کار سختیه. هر مادری فکر میکنم تلاش میکنه که مادر خوبی باشه. لوسی هم تلاش کرده برای اینکه مادر خوبی باشه. اینکه چقدر موفق بوده یا نه فکر میکنم بچه‌هاش هم بریجیت هم کریسی هر دو خیلی به مادرشون نزدیکن و یه جاهایی حتی از پدرشون عصبانی میشن، از ویلیام عصبانی میشن به خاطر رفتاری که میکنه با لوسی. و فکر میکنم که من فکر میکنم موفق بوده. دست کم بچه‌ها خوشحالن از این. یعنی چی؟ من میخوام چی کار کرده که موفق بوده؟ همین که احساس نزدیکی میکنن، احساس میکنن که لوسی مادره رو دارن. لوسی چه جور مادریه؟ ببینید چون من در کتاب که میخونم به معنای واقعی که ما در عرف خودمون داریم ترجمه میکنیم مادر چگونه است، لوسی اونجوری نیست. نه اصلا لوسی نیست. مادریه که فردیت داره قطعا نیست. و این فرق این لوسی مادر با مادرانگی که ما در عرف خودمون پذیرفتیم مادر یعنی این چیه؟ آخه الان هم مادر یعنی این دیگه نداریم، یعنی الگوهای متفاوتی به خاطر وجود همین دارن. میگم، به خاطر اینکه من دارم میبینم نسل‌های قبل نسل‌های جدید میگن اینا که مادر نیستن، اینا که پدر نیستن. میدونی یعنی مدام تقبیح نسلی داره شکل میگیره دیگه. بعد اصلا نظام شکل میگیره. بعد مثلا بچه هم برمیگرده به مادر یا پدر میگه تو خوبی، مثلا تو خوبی تر شدیم ما. میدونین چی میگم؟ یعنی من میگم که مادرانگی لوسی چه فرقی با مادرانگی که ما در عرفمون نسبت بهش هم نه توسط اون دارن به زنان مادر این محدوده‌ای که ما میبینیم عذاب وجدان میدن و شرم میدن داره. اونایی که عذاب وجدان میدن که به نظر من میگم مادر شدن خودش یه پروسه خیلی عجیبه و کسی که مادر میشه سعی میکنه همه چیزها رو کنار همدیگه با همدیگه هندل کنه، کارش رو هندل کنه، زندگیش رو، همه چیز رو سعی میکنه. توی جامعه مدرن امروز هم دیگه این کلیشه های جنسیتی برای وظایف یک مادر از بین رفته و چیزی که اتفاق افتاده اتفاقاً درسته و اون چیزی که داره اتفاق میفته سبب شده که آدم‌ها اون تمام کارهاشون رو در کنار همدیگه بتونن هندل کنن و انجام بدن، مدیریت کنن و انجام بدن. و اینکه خیلی از زنهای اطرافمون هم هستن که اینطوری هم الان خواهرام هستن که هم کار میکنن هم بچه‌ها رو دارن سر و سامون میدن، در این حال همسراشون بخش عمده‌ای از مسئولیت و وظایف تربیت بچه‌ها رو به عهده دارن، مردهای زندگی هم بخش عمده‌ای از اون رو به عهده دارن. و من فکر میکنم توی زندگی لوسی به طور مشخص اگر بخوام بگم نقش هر دو خیلی پررنگه توی زندگی اینها و توی تربیتشون، ولی نقش لوسی حتی پررنگ‌تره.
به دلیل اینکه خب یه زمانی این بچه‌ها میگم تمام مسئولیت و حرف‌ها و حتی خرید هفتگیشون و جلسات ماهیانه و رفتن بیرون با هم دیگه میرن بیرون و همه اینها رو دارن با مادره انجام میدن و یه نزدیکی با لوسی دارن هر دو. و لوسی با وجود اینکه داستان نویسه و یه مسئولیت بزرگ داره، توی جلسات کتابخوانی داره میره، جلسات کتابخوانی داره برگزار میشه جاهای مختلف، ولی سعی میکنه تمام کارهایی که باید انجام بده، یعنی بچه‌ها براش شخصیت‌های مهم داستانی و زندگیشن. اما مداخله‌ای نداره توی تصمیمات بچه‌هاش مداخله آمرانه‌ای نمیکنه. خب فکر میکنم درسته، ولی میگم باریکلا منم همینه میگم، یعنی به این نتیجه بچهش میفهمه. من دارم میگم تو این وضعیتی که ما 2 تا الگوی محبت داریم، یکی نگرانیه، یکی مواظبته. میدونی چی میگم؟ در صورتی که ما به عنوان والد انگار باید مربی باشیم. مربی یعنی این چیزی که اون مغزمون رو میکشه بیرون، یعنی به اون فضا میده مغزش کشیده بشه بیرون. یه دانه چجوری مغزش کشیده میشه بیرون؟ با شکافته شدنش. شکافته میشه، مغزش میزنه بیرون، یه درختی میشه، فلانی میشه، بهمانی میشه، میوه میده. من بحثم اینه که ولی در مادرانگی عرفی که ما داریم، این اولا صورت ظاهرش خیلی مهمه، آبروداری خیلی مهمه. مثلا شما نگاه کنید توی اون تولدی که هستش مال ویلیام خیلی نگران آبروشه، ولی اصلا لوسی نگران آبروش نیست که حالا بچهش سخنرانی بکنه مورد تولد پدرش، میگه نمیخواد نکن، اهمیتی نداره. شما اینو نمیبینین در منظر انتقام از پدر، نمیبینین در منظر این میبینین که آقا این بچه دلش نمیخواد این کارو بکنه دیگه، آره چه زوری، حالا نکنه، آبرو بابا میره دیگه، مشکل بابا است. متوجه میشین چی میگم؟ و به نظرم این نوع مادرانگی خیلی مهمه. خیلی مهمه. میگم من چون خودم هم مادر نیستم، حالا کسایی که به خصوص امروزه دست کم باز بر اساس شم و تجربیات خودم بین دوستام، خواهرای خودم که همشون مادرن، خیلی دقت میکنن و مطالعه میکنن در مورد اینکه مادر باید چطور باشه، باید چه بکنن چه نکنن، برای اینکه اگر فلان کار رو بکنن چه تأثیری داره. چون نیستم و اطلاعاتی ندارم، نمیدونم که این کار آیا از نظر حالا یک کسی که مشاور خانواده است یا کسی که داره این رو میتونه مشاوره بده آیا درسته یا نه، ولی از نظر من این کار خیلی کار طبیعی. ولی یه نکته وجود داره در داستان، حضور لوسی به عنوان مادر نیازمند تذکر نیست، دقیقا. ولی حضور ویلیام نیازمند تذکره و نتیجه لوسی داره نشون میده که پس او کارشو بهتر انجام داده، چون اسبی که نعلش سفته تلق نمیکنه. شما اگه حاضر باشی که نیاز نیست به رسمیت به مدام ذکرت بکنن که. متوجه میشین چی میگم؟ بله. پس او یه کاری کرده که در یک نقطه‌ای وایساده که اصلا قابل خدشه نیست و خب حالا هر کاری که کرده که من دارم میبینم، پس نتیجهش داره میگه کار درستری کرده. منم همچین فکر میکنم. میگم نمیدونم که آیا واقعا درسته یا نه، ولی من هم به نظرم این که این حق رو به دختراش میده که این نمیخواد. الان حتی بچهای کوچیکم مادرای این حق رو بهشون میدن که انتخاب کنن. حتی کاری کرده که بچه‌هام بهش حق میدن بابت فردیتش. دقیقاً. و این ثمره لوسیه. دقیقاً. خیلی جالبه دیگه، واقعا ستودنی هم. دقیقاً. خانم دست شما درد نکنه. ممنون از این شما که بنده رو برای من دعوت کردید. امضا میکنی؟ بله من اینو میتونم بزنم عقب. آره چرا نمیتونی؟ این خدمت شما. ممنون، واقعا خیلی گفتگوی دوست داشتنی بود. قربونتون. و امیدوارم که آدما کتابو بخونن و بیشتر لذت ببرن. امیدوارم دوست داشته باشن، امیدوارم بخونید و دوست داشته باشید کتاب. خب تقدیم به جناب بهشتی نازنین، سپاس از گفتگوی دوست داشتنی. خب منم یه کتاب به شما هدیه میدم که این چرخه کامل بشه. اون کتاب رو من میدین؟ دست شما درد نکنه.
خوشخطی. خوبه؟ خیلی خیلی. من الان خجالت کشیدم از خط خودم. خدمت شما سپاسگزارم. کتابی که من به مرسی. شما دادم اسمش هست مرد است و احساسش. خاویر ماریاس. آره مال خاویر ماریاس و داستان تولد یک عشق ممنوعه و دیگر نبودن اون عشق. امیدوارم بخونین حتما و میخونم. لذت ببرین و ممنونم ببینین ازتون. چقدر روابط انسانی میتونه پیچیده، غافلگیر کننده و گاهن جذاب باشه. خیلی ممنون. ممنونم ازتون. خیلی من از امیدوارم شما که ممنونم. براتون میزبان خوبی بوده باشین حتما. و بسیار ممنون. بیشتر از شما بخونیم. قربان ممنونم. شما. امیدوارم. ممنون از شما. محبت کردین تشریف بردین. سپاسگزارم خدا از شما. نگهدار. قربان شما. قربونتون. خدا. خدا.